سلام. قبلا این وبسایت رو معرفی کردم، اما تو این ویدیو میخوام نحوه آموزش و ثبت نام در این وبسایت رو توضیح بدم. لینک و آدرس وبسایت رو زیر همین ویدیو قرار میدم. میتونید روی اون کلیک کنید روی اون لینک و وارد سایت بشید. قسمت سمت راست ابتدا شما وقتی آدرس سایت رو بزنید وارد همچنین صفحه‌ای میشید که برای ریجستر شدن یا آدرس ایمیل معرفی کنید یا بزنید ریجستر کلیک میکنید. تو قسمت بالا جنسیت رو باید معرفی کنید: مذکر، مؤنث، تاریخ تولد، روز، ماه، سال، اسم کوچیک، اسم خانوادگیتون، آدرس ایمیلتون، تایید آدرس ایمیل، تایید پسورد، خیابونتون، کد پستی، قسمت پایین لازم وارد کنید. کشور که زندگی میکنید: من 28 هستم و قسمت پایین باید آدرس پستتون وارد کنید. قوانین رو مطالعه کردید و آگاه هست. وقتی روی ریجستر کلیک میکنید با یه همچین صفحه مواجه میشید یا تابلوی مواجه میشید. الان من توضیحاتم کامل نیست، ولی اگر توضیحاتتون کامل بود به شما میگفت که ثبت نام شما با موفقیت انجام شده، یا آدرس ایمیل برای شما میومد. میرفتید تو ایمیلتون روی لینک وریفای کلیک میکردید و اکانت شما وریفای میشه. بر فرض ما میگیم این کار رو انجام دادیم. بعد روی هنگامی که این کار رو انجام دادید روی این گزینه سمت راست که یه خانم و یا آقا هست کلیک میکنید. ایمیل آدرستون رو وارد میکنید و وارد سایت میشه. خب این سری اطلاعات شخصی هست، اطلاعات علایق شما این علایق رو اگر پر کنید هنگامی که نظرسنجی هایی قرار میگیره توی خود سایت، با توجه به علایقی که شما انتخاب کردید برای شما نظرسنجی های مرتبط ارسال میشه. یه دونه بک میزنید. من همه رو پر کردم، چیزی نمونده. یه دونه بک میزنید و تو این قسمت وقتی روی آدمک کلیک کنید، آدمک سمت راست یه پیام تبریک گفته: ویلکومن محسن، زیهابن، شما دارید در حال حاضر 60 سنت موجودی حسابتون رو نشون میده. هنگامی که روی بخش پایین کلیک کنید اینجا دوباره میاد وارد این قسمت، موجودی سمت راست نوشته شده، نظرسنجی که انجام ندادیم یا کدای فکر کنم هدیه‌ات، من اطلاعاتی مورد ندارم. که تو قسمت پایین شما کارهایی که انجام دادی تو برنامه لیست کرده که وقتی روی کارهایی که انجام دادید کلیک کنید، مثبت کلیک کنید،
میگه که من توی یه نظرسنجی شرکت کردم، 70 سنت دریافت کردم، در تاریخ 1/3/2024 این اتفاق افتاده. دوباره میرم پایینتر، میگم نوشته که یک نفر با لینک دعوت من وارد سایت شده و 3 یورو دریافت کرده در تاریخ 28/2/2024. به همین طریق کارهایی که انجام دادیم و اینجا می نویسه و ما میتونیم نسبت به کارامون مطلع بشیم. ببینم در تاریخ 10/1/2024 من مبلغ 15 یورو از سایت دریافت کردم. وقتی شما پول رو از حسابتون برداشت میزنید، از حساب درون سایتی برداشت میزنید به حساب اصلیتون، به این شکل نویسه -15 یعنی من 15 یورو از این سایت تو این سایت درآمد کسب کردم و این 15 یورو رو انتقال دادم از طریق ایبانم به حساب خودم. مثلا اگر من توی این نظرسنجی شرکت کردم و 2 یورو 50 سنت دریافت کردم، اینجا یه منفی کنارش نیست، فقط نوشته 2 یورو 50 سنت. ولی اونایی که برداشت از حساب کردید منفی قرار میگیره. من اینجا یه 15 یورو برداشت کردم. تو صفحه اول دوباره یه دوباره یه 20 یورو برداشت کردم، دوباره یه دونه 30 یورو برداشت کردم، به همین شکل برداشت زدم از حساب. پرسونل داتوم اطلاعات شخصی شما هست که اینجا اطلاعات شخصیتون قرار گرفته. یه سری فیلدهایی هستن که اختیاری میتونید پرش کنید. وقتی روی گزینه بعدی یعنی گوت هابن فروالتن کلیک کنید، شما از این طریق میتونید زمانی که حسابتون برسه به 15 یورو، 20 یورو، 30 یورو، از اینجا شماره اطلاعات شخصیتون رو میدید، نام خانوادگی، ایوانتون رو میزنید، مبلغی که میخواید برداشت کنید از سایت رو مینویسید و فرتیک میزنید عملیات انجام بشه و پول به حساب شما طی بسته به ماه، مثلا بین 15 روز تا 1 ماه بعد پول براتون انتقال داده میشه. که من به این دلیل که الان حساب من برداشتی وجود نداره و من در تاریخ 1/3/2024 مبلغ 20 یورو دریافت کردم، یعنی موجودیمو انتقال دادم به ایبان، دیگه این قسمت اون گزینه ها برای من فعال نیست. ولی به این شکل بود که براتون توضیح دادم. تو قسمت کنتاکت شما میتونید ایمیل بزنید به کنتاکت و اگر سوالی دارید، اگر مشکلی پیش اومده مطرحش کنید. تو قسمت این قسمت هم برای اینه که مثلا برای شما ایمیل بزنن که مثلا پول به حسابتون اومده، ایمیل بزنن که شما میتونید تو نظرسنجی شرکت کنید و این به همین شکل، چیز خاصی نیست. گزینه سمت چپ رو که بزنید، روی گزینه بخشای مختلفی داره، میتونید از نظرسنجی پول در بیارید، میتونید از قرعه کشی پول در بیارید، میتونید از اشپیلن باز کردن پول در بیارید. الان من ابتدا میخوام به این قسمت ها رو اگر پر کنید گفتم خوبه.
تو قسمت فوینده آنلادونگ شما با دعوت دوستانتون، یعنی اگر این لینک رو کپی بگیرید و ایمیل بفرستید برای دوستانتون، میتونید با دعوت هر یک از دوستانتون 3 یورو دریافت کنید. و تو قسمت توضیحات پایین می که 3 یورو کسب کردید، 5 یورو کسب کردید. من از این طریق اعلام میکنه. تا الان من 4 نفر رو دعوت کردم از طریق لینک خودم و در این تاریخ هم که دوستان اومدن و از طریق لینک من وارد شدن و مبلغی هم برای من وارد شده. اینجا هم دوباره بخش مختلفیه که میتونید روش کلیک کنید، هدیه بدید برای حمایت که فکر نمی کنم لازم داشته باشید. وقتی روی اشپیلین کلیک کنید بازی مختلفی وجود داره، شما با بازی کردن پول در میارید و میتونید پولاتون رو بریزید تو حسابتون، تو اون حساب میاد پول، یعنی از طریق این برنامه حساب کتاب میشه، وارد حسابتون میاد و میتونید به حد نصابی که برسه برداشت کنید. حقیقتش من بازی رو تا حالا تجربهش نداشتم که بخوام بازی کنم و اگر این قسمت بالا هم نوشته ماین اونفقایه بخش مختلفی وجود داره. معمولا من وقتی ایمیلی برای من بیاد، ایمیل نظرسنجی، از طریق اون ایمیل کلیک میکنم و وارد نظرسنجی میشم. ولی خب الان نظرسنجی برای من وجود نداره. تو قسمت من پروفایل شما باید پروفایلتون رو کامل کنید. من الان پروفایلم 100%، ولی اگر ناقص بود، من پروفایلتون ناقصه، مثلا اینجا 70-50% به این شکل. و قسمت این بود، چیز خاصی نداره. دعوت دوستان گزینه اولی که همون بخش نظرسنجی، گزینه دومی دعوت دوستان، گزینه سومی بازی، گزینه چهارمی برنده شدنه، یعنی شما با تهیه یک کدوم از این کارت هایی که اینجا وجود داره 10 یورو 5 امتیاز میتونید این رو تهیه کنید که من تجربهشو ندارم، نمیتونم پیشنهاد بدم و توی قرعه کشی شرکت کنید. وقتی که کاری با برنامه ندارید میتونید روی آنمیل کلیک کنید و از برنامه خارج بشید. لازم به ذکره که اگر بر فرض مثال شما در تاریخ 15 ماه روی برداشت حساب بزنید، ممکنه برداشت حسابتون یکم بنشینه تو حسابتون، چون معمولا این سایت 15 روز بعد پول وارد حسابتون میکنه، انتقال میده به حسابتون و زمانی هم که مبلغتون به حد نصاب 15 یورو برسه شما قادر هستی پول از حسابتون بردارید. همین بود کل سایت نظرسنجی که میتونه یه پول تو جیبی خوبی برای شما باشه. برای من که خوب بوده. از 15 یورو تا 70 یورو ماهیانه میتونید درآمد داشته باشید و در کنار بقیه سایت مورد اطمینان و مورد حمایت افرادی هست که تو این سایت نظرسنجی شرکت میکنن و اونا این سایت رو حمایت کردن و نظرات خوبی در موردش وجود داره و سایت معتبریه.